تبعیض، اختلاف، نژاد پرستی، لگد مال کردن حقوق بشر. امام به خاطر همین چیزها برخواستن، زحمت کشیدن. امام از ساعات اول پیروزی انقلاب بوی لذت دنیا به مشامشون رسید که از منبرهای مختلف امام انواع و اقسام تلاش ها رو کردن برای ایجاد اختلاف در میان ملت استفاده کنن. تو دهنشون خورد. حالا ملاحظه میکنید دیگه امروز من دیگه نیستم فقط رئیس جمهور دروغگوست، فریبگر است، بدعهد است. رئیس جمهور خنجر از پشت بزن است. دولت ما و نظام ما در قضیه سوریه مونده است، در قضیه عراق مونده است، در قضیه لبنان مونده است، در قضیه یمن پادرگل مونده است.